آیت الله صمدی آملی میگوید خدایا ما بدون وساطت امام از تو نه روزی میخواییم و نه مغفرت. گناه بخشیده میشه اما بار الها ذنوب ما را بهی مغفوره. که ما با آقا جانمون باشیم، ما با آقا جانمون باشیم، ما با آقای خودمون باشیم، گناه ما به وسیله آقامون بخشیده بشه، روزی ما به وسیله آقا جانمون زیاد بشه. خدایا ما از تو روزی میخوایم اما همینجور به ما روزی زیاد بدی، نه اینجوری ممنونتی، روزی ما رو به وسیله آقا جانمون زیاد کن، ما با آقا جان باشیم. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هان دین و عبادت خالص و تهی از شرک از آن الله است و آنان که دوستانی جز او برگزیده اند میگویند ما آنان را عبادت و پرستش نمی کنیم مگر برای آنکه واسطه ما باشند و ما را به الله نزدیک کنند. بیگمان الله در میان آنان پیرامون مواردی که با هم اختلاف دارند داوری خواهد کرد. بیشک الله کسی را که دروغگو و ناسپاس باشد هدایت نمی بخشد. برادران و خواهران گرامی، این آیه کریمه و بسیاری از آیات دیگر به بیان توحید الوهیت و نقیض آن یعنی شرک می‌پردازد و با صراحت بیان می‌دارد که عبادت تنها مخصوص الله متعال است و این عبادت باید مستقیم و بدون واسطه باشد و قرار دادن واسطه همان شرکی است که کفار قریش به آن آلوده بودند و هرگز مستقیما از الله چیزی را نمی طلبیدند بلکه بت‌هایشان را واسطه بین خود و الله می دانستند. پس الله متعال در این آیات ما را به شدت از واسطه قرار دادن در عبادت که همان شرک می باشد بر حذر می دارد.